آغاز کرد از سمت راست، ارسال زمینی تو موقعیت هست برای چلسی و دروازه یونایتد خیلی زود توسط گلگر باز. متفاوتن این دو تیم. کوکوریا برخورد، ضربه رو میزنه کول پالمر، گل دوم یه اشتباه بعد الخاندرو گارناچو گل اول یونایتد رو میزنه یا نه؟ بله، اختلاف به یه گل رسید. حرکت آغاز شده توسط پالمر از سمت راست، پست زمینی انزو فرناندز در مقابلش قرار گرفته. دیوگو دالو ارسال بلند و انجام داد، این ضربه سر و یونایتد به بازی برگشت. پالمر چه فضای خوبی دارن بازیکنان چلسی، همه چیز مهیاس برای زدن گل سوم. حضور داشت فرار جکسون، وارد محوطه جریمه شده جکسون، نمیشه یا نه؟ تا لحظاتی دیگه مشخص میشه. ارسال بلند، این ضربه سر، حرکت از سمت راست، کول پالمر گل سوم چلسی زده میشه. و همچنین در چلسی اینو در کامنت ها با من به اشتراک بذاری. پاس بیرون پای عالی آنتونی برای گارناچو، یه سوپر گل رو دیدیم. قرار گرفتن پالمر، ضربه رو مستقیم مخته دولو رد شد، وارد محوطه جریمه شده. پالمر که بازیکن با کیفیتی هم هست، پنالتی رو میزنه و دروازه یونایتد رو باز میکنه. انزو فرناندز پاس به کول پالمر، ضربه با پای چپ، چلسی گل چهارم زد، چلسی به بازی برگشت.